با سلام دوستان عزیز، خدمت شما بچه ها دوستان درخواست کردن از من که یک ویدیویی درست کنم در قبال مترجم خیلی عالی، خیلی خوب و خیلی کارراه انداز در قبال بازی. بچه ها این ویدیو هلوش 10 الی 15 دقیقه زمان داره برای خودش. خب میخوایم بگم که برنامه‌های خیلی زیادی هستش که کار رو قطعا راه میندازه. ببین یک برنامه که واقعا کار رو در حدی راه میندازه کار رو، البته برنامه که زبان انگلیسی و فارسی هستش. من بچه این برنامه رو بهتون پیشنهاد میکنم داشته باشید، ولی این برنامه صرفا شاید بگم 20% کار رو برای شما مهیا میکنه. 20% الی 30% کار رو برای شما مهیا میکنه این برنامه‌ای که الان رو صفحه گوشی گذاشتم. بچه ما با این اصلا کار رو نداریم، این فقط برنامه‌ای بود که تا حدودی بتونید نظر خودمون و حرف خودمون رو به طرف منتقل کنیم. خب با این اصلا کار نداریم، ما مترجم میخوایم، ترجمه آن میخوایم، ترجمه کنه برای دوستان. قبل از اینکه وارد اون برنامه بشم حتما ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو بدید، دوستان خودتونم تو داخل کانال کافه گالری بیارید. خوشحال میشم نظرات خودتون، نظرات دوستانتون رو بشنوم. ویدیو درست میکنم که راحت بتونید از بازی لذت کامل ببرید دوستان. خب میریم روی اصل موضوع. ببینید ما رو قسمت گوگل میریم، روی گوگل میزنیم دوستان. تو این صفحه خودتون این 1000 بار با این صفحه کار کردید. خب حالا شاید یک کسی برخورده یا کسی بر نخورده. میخوام اینو بگم تو این صفحه جستجو شما 3 تا گزینه میبینید. خود جستجو که هستش، میکروفون کنارش، دوربینم کنارش. ما با قسمت لنز دوربین کار داریم دوستان. این لنز دوربین خودش 3 تا وجه داره. اول تکالیف شب، دوم جستجوی، سوم ترجمه است. تو تکالیف شب هر چی که تو کتاب نوشته باشه، هر چی که داخل کتاب به زبانهای مختلف نوشته باشه، شما میتونید ترجمهش رو بیایید، این براتون راحت ترجمه میکنه. البته به زبان لنگویج خود دستگاه، باز تاکید میکنم به زبان خود لنگویج دستگاه، یعنی به زبان فارسی که الان شما قطعا هستید. ببین خیلی خوبه این که تمام زبان جهان و زبانهای جهان رو بیاد سریع برای شما ترجمه کنه. البته کتاب‌ها تو این قسمت دوم جستجوه، یعنی لنز رو سمت هر اشیایی بگیرید، تلویزیون، نمیدونم هر چیزی، گوشی یا هر چیزی بگیم، اشکال مختلف از اینا براتون میاد. تلویزیون های جور و جور یا هر چیز دیگه، گوشی جور و جور میاد. این سرچ با خود جستجوی گوگله. ما با این دوتا قسمت اصلا کار نداریم، ما با قسمت ترجمه کار داریم. قسمت ترجمه، بله. تو این قسمت ترجمه 2 صورت انجام میشه دوستان. یه صورت این که خود لنز دستگاه است که من لنز دستگاه پشتش قاب سیاست که هیچ کاری ندارم باش، که اینو به هیچ عنوان من تاکید نمی کنم. چرا؟ چون این که گوگل کلن با زبان فارسی مشکل داره، با لنگویج فارسی مشکل داره، چون به رسمیت نمیشناسه فارسی رو دوستان. به این خاطر اگر روی گوشی صفحه گوشی بگیرید کارتون رو راه نمیندازه. ما قسمت
قسمت خود اسکرین ها، اسکرین رو اونجا میاد، یعنی نما گرفته ها، اونایی که گرفتیم اسکرین کردیم اونا میاد رو اون قسمت و شما میتونید از روی اون، بذار یه بار دیگه نشونتون بدم، میزن رو لنز، روی ترجمه، ببینید این قسمت بغل لنز دوربین، ببینید چند تا عکسه، کافی روش بزنیم اون صفحه نماگراف ها میاد بالا. حالا خوبیش چیه؟ شما اسکرین از صفحت میگیری یا از کسی اون درخواستی که ازت کرده یا اون صفحه‌ای که میخوای ترجمهش بکنی رو به طور مثال اول به طور مثال میری رو تاپ کمنده، میگیم آقا تاپ کمنده این کی میخواد؟ من زبان انگلیسی 0 مثلا، خب برام معنی کن، برات معنی میکنه واقعا. ببین مراحل ها رو قشنگ به توضیح، چیزی که اونجا هست برات به صورت فارسی برات نوشته شده که باید چه کار انجام بدی و این خیلی مهمه، کارتون رو راه میندازه. ببینید یه بار دیگه من اینو میزنم براتون ترجمه میکنم به همین راحتی. و اینا دوستان برای اینکه زیاد چیز نباشه یه اسکرین از همین مثلا نکن، من الان از همین تاپ کمندر برام معنی کرد، خب چیکار باید انجام بدم که مفیده؟ این که یه اسکرین الان میگیرم، از این اسکرین میگیرم میام اینو حتی اینو چیزش هم میکنم به این صورت، میام قشنگ یه صفحه دارم از اون قشنگ، هر موقع هر چیزی خواستم پیشم هستش راحت. بعد خاصیت های مختلفی داره، مثلا اینه که دستوری که لیدر داده به زبان هر زبانی، به زبان انگلیسی داده، ما مثلا این سویه به من به زبان ترکیه گفته آقا سلام دوستان این کار را باید تیسی 2 روز آخر باید انجام بدیم، که ما باید اینا رو، این چیزی که گفته اون هستش رو ما باید انجام بدیم. از ما درخواست کرده که هر فارمی که اونا میزنن ما باید آتیش بزنیم که این کار رو 100 در یقین انجام خواهم داد. خب ببینید خیلی مهمه این، ببین دستور لیدر که من داره انجام میدم. خب این زبان ترکیه‌ای بود برام ترجمه کرد دوستان، زبان‌های خاصی هست، مثلا این زبان برام انگلیسیه. الان طرف برگشته من داره میگه که همه چیز تقویت و وسایل خود رو همه چیز اونجا سراغ ذخیره کن، داره میگه به من ذخیره کن. دوستان یه چیز در این قبل بگم، آره این به من میگه اسمشو به من گفتن، میگم اسم من والتر، برای من را والت صدا میکنه و خیلی پسر خیلی خوبی هم هست. یه چیزی هستش میخوام بهتون بگم این قبل دوستان، گوگل کلا با زبان فارسی کلا مشکل داره و به رسمیت نمیشناسه. توجه کنید به رسمیت نمیشناسه. ممکنه از 100% زبان، از 100% مترجم ترجمه‌ای که براتون انجام میده 80%ش درست باشه، 20% ممکنه اشتباه ترجمه کنه برای شما. دوستان نکته رو خوب گوش کنید. ببینید برام انگلیسی یا ترکیه، یعنی ترکیه نوشته برام، این دختر ترکیه‌ایه برام ترجمه کرد، ببینید سریع ترجمه میکنم برام ترجمه میکنم. این خوبیش اینه خب بعضی خب هم اینجوری میتونه بهتون کمک کنه، خب هم اینجوری میتونه بهتون کمک کنه، هم میتونه چی مثلا جایی مثل اینجا مثلا کمکتون کنه بگه آقا این کار رو باید انجام بدی، مثلا میگه اگر اینو بگیری دمیجت بیشتر میشه، قدرت دمیجت میره بالاتر. خب میگه این کار رو بکنی قدرت دمیجت میره بالاتر. ببینید خیلی
خیلی کارا رو مثلا نکن اینجا بهتون مثلا میگه که مثلا عطا مثلا لیدر مثلا رتبهش اینه اینقدر همه ترجمه میکنه کل سفر رو براتون. ببینید اینجا رو نگاه کنید، دوست عزیزمون بود گفته بود که مثلا باید چه کاری انجام بدی که مثلا من بتونم اینا رو دریافت بکنم. والا من تو همین صفحه فراخوان رالی همین قسمت پاسپورت رو من خودم نمیدونم نفهمیدم که منظورش از رالی یا پادگان تیپ 3 2000 تا بزنی منظورش چیه. هر کاری کردم متوجه نشدم. اگه کسی از دوستان بلد بود حتما به من بگه، استفاده میکنم و ممنونشم هستم. خب ببینید روی این قسمت مثلا بهتون میگه که باید چی کار کنید. میگه که باید لول 4 و 5 بالاتر رو باید بگیری بزنی هیومنتو. خب اگر بزنی جوایزش هم دریافت میکنی که الان 5 بار باید بزنی قطعا، سری بعدی 10 بار، سری بعدی 20 بار. همینجوری شما متوجه منظور کل صفحه میشی با لنز دوربین، البته از طریق اسکرین شات نه خود لنز. دوستان کلیپ ما اونجایی که خیلی به دردتون خورد برام خیلی مهم بود و خیلی هم خوشحال شدم که کارتون رو راه بندازم و اینکه بازم دوست دارم که ویدیو رو حتما تا آخر نگاه کنید. هنوز کارمون تموم نشده، ویدیو اولش 15 دقیقه طول میکشه. دوستان این یه مرحله بود برای اینکه بتونید راحت تر دسترسی داشته باشید به این گوگل. این کاری که بهتون میگم انجام میدید. ولی قبل از اینکه این کار انجام بدید یک درخواستم از همه دوستان دارم. دوستان عزیز خوشحال میشم از این کانال کافه گالری استفاده کنید، نظراتتون رو بدید، حتما لایک مهمه، لایک بدید. نگاه کردن شما ویدیو خیلی مهمه، باعث سین شدن ویدیو میشه، بالا رفتن دیدن میشه. سین یعنی دیدن، بالا رفتن دیدن اون ویدیو میشه و در نتیجه همه میتونن استفاده بکنن. لایک بدید، نظراتتون رو در رابطه با اون ویدیو یا اون چیز حتما بدید. حتما سوالی داشتید بگید، بپرسید، ما حتما جواب میدیم. و یک درخواست خیلی مهمی هم دارم دوستان عزیز، کانال کافه گالری رو به دوستانتون معرفی بکنید. ممنون میشم واقعا. این لطف رو هم در حق ما و در حق خوبیای خودتون انجام بدید. ممنون میشم. کافه گالری رو به اشتراک بذارید، همه استفاده بکنن. دوستان میرین سر اصل موضوع. کافیه رو صفحه اصلی انگشتتون رو نگه دارید رو قسمت ویجیت ها و گوگل رو پیدا میکنید. گوگل یه صفحه از خودش سوا داره. ببین روال ها یعنی روز شب، سرچ و مقدار قدم زدن ها و رویدادهای برف و جستجوی صدا یا آهنگ. ما با اون قسمت کار نداریم، ما صرفا با جستجو به این کار داریم، به این دقیقا افزودن. و من اینو میارم صفحه خاص، صفحه که میخوام باشه، مقدارش هم کوچیک میکنم و میذارمش اینجا. ببین راحت کافیه برم روی لنز، صفحه سریع میاد، رو مترجم میزنم، مترجم رو اسکرین شات ها میذارم رو اینجا برای ترجمه میکنه به همین راحتی، به همین تمیزی. خیلی خوشحال میشم استفاده بکنید از این ویدیو، به کارتون بیاد واقعا. ولی در کل میخوام بازم خاطر جمع بشم این که دوستان حتما کلیپ رو لایک میکنید،
کلیپ رو به همه توضیح میکنید. کانال رو حتما شریک کنید به دوستانتون. حتما کانال کافه گالری رو به دوستانتون معرفی کنید، بیان استفاده بکنن. توی کانال میتونید خرید بزنید با کمترین قیمت ممکن، یعنی حد اقل سود. دوستانی هستن که میتونن استفاده بکنن، خرید بزنن. بعد از کانال تمام بهره رو میتونید انجام بدید. بازم اگه چالش های متفاوتی اومد، آپدیت های جدیدی اومد، رو کانال کافه گالری حتما میذارم، توضیح بهتون میدم. دوستمون اتام اگه رسید کمکمون میکنه، خیلی توضیحاتشون، آموزششون خیلی خوب بود، استفاده کنید و شما را به خدا میسپارم و موفق و مؤید باشید.